15 چیزی که بعد از ثروتمند شدنتون تغییر میکنه. میدونین برخی از افراد میگن که پول نمیتونه اونها رو تغییر بده و حتی شاید این حرفشون درست باشه، اما پول واقعا میتونه چیزهای اطراف شما رو تغییر بده. امروز در پرژن لاکس با 15 چیزی که بعد از ثروتمند شدن شما تغییر میکنه آشنا میشیم. به پرژن لاکس خوش اومدید، جایی که میلیاردرهای آینده از اون ایده میگیرن. سلام دوستان و دوباره به یک ویدئوی شگفت انگیز دیگه خوش اومدید. و اما شماره 1، شاید به خودتون بگید که هرگز این اتفاق نمیفته و من با همون دوستایی که از کودکی داشتم باقی میمونم. اما معمولا ثروت به یک باره به دست نمیاد، وقتی به تدریج طی چند سال به شما میرسه. در این سالها شما در تلاش برای ساختن زندگیتون و رشد کسب و کارتون خواهید بود، در حالی که برخی از دوستاتون به همون شیوهی که همیشه زندگی کردن ادامه میدن. شما دیگه به طور مکرر با اونها وقت نمیگذرونید و حتی زمانی هم که با اونها هستید موضوعات مشترک زیادی برای صحبت کردن ندارید. مشکلات و اهداف شما دیگه مشابه نیستند و همه چیز مثل گذشته پیش نمیره. وقتی هم که به ثروت برسید، اون دوستای قدیمی ازتون میخوان که بخشی از ثروتتون رو به اونها بدید و اینجاست که میآموزید دوستان واقعیتون چه کسانی هستن. شماره 2، اون چه که مصرف میکنید. یکی از اولین چیزهایی که اکثر مردم پس از به دست آوردن پول تغییر میدن، نوع غذاهایی که میخورن. این یکی از چیزهایی که متوجه میشید از اون غافل بودید. وقتی تاثیر تغذیه مناسب بر سطح انرژی و سلامت کلیتون رو تجربه میکنید، دیگه نمیتونید به ساندویچ فلافل و نودل برگردید. به علاوه شما ذائقه‌ای پیدا میکنید و ممکنه حتی سعی کنید خودتون غذاهای مورد علاقتون رو درست کنید، چرا که آشپزخانه‌ای به طور کامل مجهز دارید و شما بر روی سلامتی خودتون تاکید بیشتری دارید. شماره 3، جایی که زندگی میکنید. در روزهای اولیه جایی که زندگی میکنید صرفاً یک مکان نزدیک به محل کارتونه. این مکان جاییه که بعد از یک روز سخت کاری به اونجا میرید، اما وقتی ثروتمند میشید جایی که زندگی میکنید دیگه یک پناهگاه نیست، بلکه یک پناهگاهه. این مکان جاییه که به طور ایدئال هرگز نمیخواید اونو ترک کنید مگه به خاطر ضرورت. اینجا همه چیزهایی که برای خلاقیت، آرامش، آسایش و انجام کارهاتون نیاز دارید و خواهید داشت. شماره 4، نحوه ظاهر شما. شما زشت نیستید، ممکنه فقط فقیر باشید. عکسای کارداشیان ها رو قبل از تمام پول و شهرتشون رو جستجو کنید. پول امکان سفارشی سازی شخصیتتون رو باز میکنه، از لباسی که میپوشید تا اینکه چهرهتون چگونه به نظر برسه. حالا همه چیز قابل سفارشی سازیه و با وجود اینکه همه به شما میگن ظاهر مهم نیست، اما واقعا اینطور نیست. پول نمیتونه به شما سلیقه بده، اما میتونه کمدی بزرگتر از یک مرکز خرید براتون فراهم کنه و کپی برداری از ظاهر چهره کسی دیگه چندان دشوار نیست. به همین دلیله که این روزها بسیاری از مردم به طرز عجیبی شبیه به هم به نظر میرسن. شماره 5، در نهایت متوجه میشید که توسعه فردی چطور به نظر میرسه. یکی از درس‌های مهمی که این سفر به شما میآموزه اینه که تغییرات به طور طبیعی و خود به خود اتفاق نمیافتن. حرکت آهسته، پیوسته و بهبود مستمره که موفقیت رو به ارمغان میاره. این عنصر نهاییه که واقعا شما رو به مقصد میرسونه. افزودن مهارت‌های جدید، یادگیری چیزهای تازه و مشورت با دیگران اهمیت واقعی داره. شماره 6، تعطیلات شما. هتل‌هایی که تو اونها اقامت میکنید یک ستاره دیگه به نامشون اضافه میشه. شامپوهای لوکس، حوله‌های حمام با کیفیت بالا، شمع‌های معطر در اتاقتون. اگه خود ساخته باشید هنوزم مینی بار رو به عنوان یک کلاهبرداری بزرگ میبینید، اما حالا میتونید اونو باز کنید. اگه قبلا به تعطیلات محلی میرفتید چون به استراحت نیاز داشتید، حالا به سرزمین‌های دوردست میرید چون میخواید کاوش کنید. شماره 7، روش رفتن از نقطه A به B. این اولین باریه که زمان واقعا برابر با پول میشه. احتمالاً باید در مکان‌های مختلف حضور داشته باشید، با افراد ملاقات کنید و کارها رو انجام بدید و این افراد در همه جا حضور دارن. صف ایستادن یا گیر کردن توی ترافیک دیگه قابل قبول نیست، پس وسیله نقلیه شما تکامل میابه. این اولین باره که به جای گرفتن اسنپ سوار هلیکوپتر برای رفتن به فرودگاه میشید. شماره 8، نحوه برخورد دیگران با شما. این چیزیه که انتظارشو ندارید و شما رو شگفت زده میکنه. حتی اطرافیانتون شروع به برخورد متفاوتی میکنن. برخی از روی احترام و برخی از روی حسادت. اصالت و صداقت چیزایی هستن که به دنبالش میگردید و به ندرت اونها رو پیدا میکنید. به دیگران شک میکنید چون هرگز از نیت واقعی اونها مطمئن نیستید. شماره 9، افراد به دنبال چیزی که شما دارید خواهند اومد. اولین چیزی که باید بعد از ثروتمند شدن انتظارشو داشته باشید اینه که مردم تلاش کنن تا بخشی از اون رو تصاحب کنن. شما هدف اصلی برای شکایت‌های حقوقی هستید، چرا که افراد انتظار دارن برای جلوگیری از دردسر بهشون پول پرداخت کنید. افرادی از گذشته شما شروع به یادآوری کمک‌های جزئیشون به شما میکنن، مثل اون دفعه‌ای که به شما
شما کمک کردن کلیدتون رو پیدا کنید و حالا انتظار پاداش دارن. انگار همیشه نشونه‌ای بر پشتتون دارید. شماره 10 دیگه نیازی به تایید دیگران ندارید. در روزهای ابتدایی کسی شما رو جدی نمیگرفت و توی ذهنتون تنها چیزی که می‌خواستید این بود که به اونها و به خودتون ثابت کنید که میتونید موفق بشید. اما بعد از رسیدن به موفقیت یه اتفاق جالب رخ میده. دیگه به تایید اونها اهمیتی نمیدید. متوجه میشید که در این سفر تنها خودتون هستید و افکار دیگران تأثیری توی مسیر شما نداره. شماره 11 اهداف شما. وقتی به اولین اهداف خودتون میرسید نگاهتون به جهان کمی متفاوت میشه. زندگی به اندازه باور شما از ممکنها بست پیدا میکنه یا محدود میشه. بعد از اولین موفقیت در میابید که اهداف اولیتون خیلی کوچیک بودن و میتونید به چیزهای بسیار بیشتری برسید. حالا در جایگاه متفاوتی هستید و اهداف شما پیچیده‌تر و عمیق‌تر میشن. دیگه فقط به پس‌انداز فکر نمی‌کنید بلکه به ساختن یک زندگی مشخص می‌اندیشید. 12 چیزایی که شما رو خوشحال می‌کنن. در ابتدا از چیزهای کوچیک لذت می‌بردید اما بعد از مدتی متوجه میشید که اگه مشکلات زندگیتون رو حل نکنید نمیتونید برای همیشه از این لحظات کوچیک لذت ببرید. در مسیر حل زندگی و تمام پیچیدگی‌های اون لذت بردن از چیزهای کوچیک از دست میره. وقتی به موفقیت میرسید فشارهای گذشته از بین میره و فضای ذهنی تازه‌ای برای لذت بردن از این چیزهای کوچیک دوباره پیدا میکنید. شماره 13 در ابتدا با ارزش‌ترین چیزهایی که داشتید چیزایی بودن که پول زیادی میخواستن، اما وقتی پول دارید ارزشمندترین چیزها اونهایی هستن که قابل خرید نیستن، مثل وقت با خانواده، یه ذهن آرام و یه نگرش سالم به زندگی. اغلب چیزایی که در ابتدا نادیده میگیرید بعداً بسیار ارزشمند میشن. فهرست اولویت هاتون تغییر میکنه. حتی نمایی که براش پول زیادی پرداخت کردید در نهایت براتون کهنه میشه، به ویژه اگه کسی برای لذت بردن از اون در کنارتون نباشه. شماره 14 شما شروع به فکر کردن درباره تاثیر خودتون میکنید. حالا در جایگاهی هستید که اعمال شما میتونه تاثیر بزرگی بر زندگی افراد متعددی بذاره. اینکه با این موقعیت چه میکنید به انتخاب شما بستگی داره، اما این فکر همیشه توی ذهن شما باقی خواهد ماند. آیا به دیگران مشاوره خواهید داد؟ آیا مسیر خودتون رو به اشتراک میذارید؟ آیا از منابعتون برای بهبود زندگی دیگران استفاده میکنید؟ اینها همه مسائلی هستن که افراد کمی فرصت فکر کردن به اونها رو پیدا میکنن. شماره 15 شما مفهوم آزادی واقعی رو کشف میکنید و این همون چیزی نیست که فکر میکردید. بیشتر مردم تصور میکنن آزادی یعنی مجبور نبودن به انجام کار، اما بعد از موفقیت متوجه میشید که آزادی واقعی یعنی توانایی انجام هر کاری که میخواید بدون ترس از شکست. اغلب افراد ایده کلی از چیزهایی دارن که اونها رو خوشحال و راضی میکنه، اما مشکل اینجاست که اغلب اوقات این موارد راههای شغلی مناسبی نیستن. در نهایت لذت بردن از چیزی که همیشه این حس رو دارید که باید کار دیگه ای انجام بدید دشواره. اینجاست که آزادی واقعی معنا پیدا میکنه. و البته همیشه یک بخش اضافی برای کسایی که تا پایان با ما هستن داریم. و جایزه امروز شما شماره 16 میزان اهمیت مالیات برای شما. البته همه برای مالیاتشون اهمیت قائلن، البته همه که نه، اما وقتی ثروتمند میشید واقعا به اون توجه میکنید، چرا که نباید اینطور باشه. شما برای رسیدن به اینجا خیلی تلاش کردید، سالها و شبهای بیخوابی زیادی رو صرف بهتر کردن خودتون کردید و حالا دیگران خواستار بخشی از دستاورد شما هستن. شروع به صحبت با حسابدارا میکنید تا بتونید ببینید چطور میشه کمترین مالیات رو پرداخت کرد و متوجه میشید که حسابهای بانکی برومرزی وجود دارن. این ممکنه اولین بار باشه که در میابید مالیات ها برای همه به یک شکل اعمال نمیشن. از اینکه زمانی رو با ما گذروندید متشکریم. دوستان من حتما توی کانال ما اگه تا به حال عضو نشدید عضو بشید تا هیچ ویدئویی رو از دست ندید و البته زنگوله رو هم بزنید و اگه از این محتوا لذت بردید اونو لایک کنید. امیدوارم که این ویدئو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی یا نظری داشتید حتما با من در ارتباط باشید. از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید سپاسگزارم و فراموش نکنید که سلامتی بزرگترین ثروته. خدا نگهدار.